از خامی تا پختگی، شروع زندگی کمپری، قسمت نهم. همون موقع جوشکاری من خیلی گشنم شده بود. رفتم یه سفره خونه کنار همون باغ. یه سیخ جوجه آورد و یه بطری آب و یه گربه همونجا بود. یه اعتراف دیگه بکنم که از گربه هم خیلی میترسیدم و عصبی میکرد وجودش. گربه سیخ جوجه رو زهرمارم کرد. واسه همون غذا $15 دادم. بعدا فهمیدم این قسمت شهر برای خوشگذرونی استفاده میشه. وقتی برگشتم دیدم که کم کم دارن میرن. گفتم کجا؟ گفت دیگه داره دیر وقت میشه، شما همینجا بمون. گفتم با این 7-8 تا سگ نه. سگ‌ها رو بس و من موندم و اونها. سگ‌های بزرگ سر صدا نمی‌کردن، اما این کوچیکه انگار هی بهشون خبرای بد میداد و اینها رو تحریک میکرد. شب عجیبی بود. یه جا تک و تنها با کلی سگ دور و برم. یه جورایی کپ کرده بودم. این اولین شبی بود که بعد از اون شب پارکینگ بیمارستان باید توی دریما میخوابیدم. به نقشه ترکیه زل زدم و به خودم میگفتم که از کجا شروع کنم و این کشور پهناور رو بگردم که حس کردم یکی از سگ‌ها بهم اشاره میکنه. رفتم پیشش و دیدم سطل آب خالیه. رفتم براش پر کردم، جلوش گذاشتم. یکم نگاهم کرد و سطل رو بو کرد و آب نخورد. فرداش که جریان رو برای ماهر تعریف کردم گفت از دست غریبه آب نمیخوره، فقط چون حامله بود میخواست که نوازشش کنی. رفتم داخل دریمو و در رو بستم.